جرداق رو میشناسید؟ جورج جرداق دانشمندی است لبنانی، مسیحی لبنانی. کارش حقوق بود، روزنامه نگاری هم میکرد، وکیل بود، معروف بود تلاش میکند برای اعاده حقوق مظلومان در رفت و آمدها و پرورده های دادگاهی. خودش میگوید علامه امینی شیخ عبدالحسین از نجف برای من نامه هایی فرستاد، قطعاتی از کتاب القدیر. همراه با القدیر برای من نامه ای هم فرستاده بود. نوشته بود شنیدم که شما وکیل توانمندی و دستگشاده ای هستی و در پی ایفاء حقت و نقشت در پی اعاده حقوق مظلومان تلاش میکنی. من مظلومی سراغ دارم در تاریخ که حق و حقیقت با اوست، اما تا توانستند در حق او جفا کرده اند. او مظلوم ترین مظلومان است. من تمام ادعاهای خودمون رو و ادعاهای او رو به همراه تمام اسناد و مدارک برای تو فرستادم. تو که حقوقدانی بررسی کن، ببین آیا حق با او نیست، ببین آیا او درست نمیگوید، ببین آیا در تاریخ بر او و در حال او و بر حال او جفا نکرده اند. او امیرالمؤمنین است، علی ابن ابی طالب. جرداق میگوید خواندم تمام مدارکی که امینی فرستاده بود، دیدم علی مظلوم ترین مظلوم تاریخ است. نوشت آنچه که باید بنویسد در ایفاء نقشش در اعاده حق مظلومان، مظلوم ترین مظلوم تاریخ علی. کتابی نوشت امام علی صوت العدالت الانسانیه، علی صدای عدالت انسانی. در قسمتی از کتابش خطاب به امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگوید اگر بگویم یا علی تو از مسیح برتر هستی، دینم نمیپذیرد. اگر بگویم یا علی مسیح از تو برتر است، وجدانم نمیپذیرد. نمیگویم تو خدا هستی، اما یا علی تو خود به من جرداق بگو کیستی.